سلام بینندگان عزیز، درس نوبتیمان را از فن فیزیک آغاز می‌نماییم. تیر در میل اتومات کلاشنیکوف با شتاب 616 کیلومتر تقسیم ثانیه کوادرات حرکت می‌کند. یعنی داده شده است با شتاب A برابر 616 کیلومتر تقسیم ثانیه کوادرات. اگر درازی میل اتومات با 41.2 سانتی متر برابر باشد، تیر با کدام سرعت میپرد؟ یعنی اگر S برابری درازی میل اتومات S گیریم، اگر برابر 41.5 سانتی متر برابر باشد، این با متر میگردونیم، 41.5 ضرب 10 درجهش مینوس 2 متر. اگر اینا با متر ثانیه کوادرات گردونیم، این 616 ضرب 10 درجه 3 متر تقسیم ثانیه کوادرات. ما میدونیم که تیر پیش از آغاز حرکت سرعت ابتدایش به 0 برابر بود، یعنی V0 برابر 0. میابیم V سرعت پریدن تیر رو معین میکنیم. از معادله های حرکت راستخطی ثابت شتاب که سرعت ابتدایش به 0 برابر است استفاده میبریم. یعنی S برابری A T کوادرات تقسیم 2 V برابری A T استفاده میبریم. این فرمول 1 میگیم، اینش فرمول 2. از معادله 1 T را یافته به 2 میگذاریم. یعنی T برابر چی؟ برای T را یافتن اول A T کوادرات رو میابیم. A T کوادرات برابری مخرجش 1 A T کوادرات ضرب 1 میشد A T کوادرات برابری S ضرب 2 برابری 2S. اکنون برای یافتن ضرب شونده نامعلوم T کوادرات در مثال ما از حاصل ضرب 2S A را تقسیم میکنیم. یعنی 2 T کوادرات برابری 2S تقسیم A. اکنون برای یافتن T از هر دو طرف ریشه میگیریم. T برابری ریشه 2S تقسیم A. آورده به معادله دوم میگذاریم. یعنی V برابری A ضربی به جای T میگذاریم، الان ریشه 2S تقسیم A. برابر ما میدونیم که اگر یگان عدد رو به داخل ریشه داخل کردن شویم، البته اون رو به کوادرات برداشته بعد داخل کردن در کار است. ما همین کار رو اجرا میکنیم. یعنی ریشه 2S A کوادرات 2S A کوادرات تقسیم A. این کوادرات با A می رود، میماند برابر ریشه 2S A برابر. قیمت های عددیشون رو میگذاریم. 2 ضرب S همان 41.5 ضرب 10 درجهش مینوس 2 متر ضرب ایمون 616 ضرب 10 درجهش 3 متر تقسیم ثانیه کوادرات برابری 715 متر تقسیم ثانیه. یعنی اگر تیر در میل اتومات کلاشنیکوف با شتاب 616 کیلومتر تقسیم ثانیه کوادرات حرکت کند، پس هنگامی درازی میل اتومات با 41.2 سانتی متر برابر بودن، تیر با سرعت 715 متر تقسیم ثانیه میپریده است. در همون یک وقت یک رقاصه که متماتیکی 50 دیومش 30 مراتبه میلپد. یکی از دیگر 32 سانتی متر کوتاه‌تر است. درازی آنها را یابید. شرط کوتاه مسئله را می‌نویسیم. داده شده است. L2
برابر L1 جمع 32. یعنی درازی رقاصک دویم از درازی رقاصک یکم 32 سانتیمتر زیادتر است. در همان مدت وقت N1 برابر چند؟ N1 برابر 50 لپیش، N2 برابر 30 لپیش میکنن. L1 و L2 یافته شود. برای حل کردن این مسئله از فرمول دور لپیش رقاصک متمتیکی استفاده میبریم و برای دو حالت مینویسیم. برای هر دو رقاصک مینویسیم. یعنی T1 برابری 2P ریشه L1 تقسیم G. این برای رقاصک یکم. T2 برابری 2P ریشه L2 تقسیم G. این فرموله ها رو با کوادرات برداشته حاصل میکنیم. یعنی T1 در کوادرات برابر 2 کوادراتش 4 P کوادرات L1 تقسیم G. اکنون T2 در کوادرات برابر 2 کوادراتش 4 P کوادرات. این ریشه کوادرات ببرداریم، کوادرات ریشه خطی می رود، میماند L2 تقسیم G. ما حاصل میکنیم که اگر T1 با T2 مدل یکم با دوم تقسیم کنیم، اگر اونگاه حاصل میکنیم T1 کوادرات تقسیم T2 کوادرات این برابری این 4P کوادرات با 4P کوادرات وقتی که آورده می نویسیم اختصار می شود. منم 4P کوادرات L1 تقسیم G تقسیم 4P کوادرات L2 تقسیم G. این برابری من این 4P کوادرات با 4P کوادرات اختصار می شود، G با G اختصار می شود، میماند L1 تقسیم L2. یعنی ما حاصل کردیم که یعنی خیلی خط میکشم، از اون طرف خط می نویسم. ما حاصل کردیم که T1 کوادرات تقسیم T2 کوادرات برابر L1 تقسیم L2. L1 تقسیم L2. از بس که T1 این دور گردش از فرمول T1 برابر T1 تقسیم N معین کرده می شود. بنابراین ما با جای همین T1 T2 اگر N1 تقسیم N2 گذاریم، اگر اونگاه حاصل میکنیم T1 کوادرات برابر T1 کوادرات تقسیم N1. T2 کوادرات برابر T2 کوادرات تقسیم N2 کوادرات. اگر آورده در اینجا گذاریم N ها اختصار می شود، میماند T2 تقسیم T1. وقتها به هم دیگر که برابر وقتها اختصار می شود، آنگاه میماند N1 کوادرات تقسیم N2 کوادرات. حاصل میکنیم N1 کوادرات تقسیم N2 کوادرات برابر L1 تقسیم L2. ما حاصل کردیم که N1 کوادرات تقسیم N2 کوادرات برابر L1 تقسیم L2. اکنون قیمت L2 را از شرط مسئله به همین فرموله میگذاریم. یعنی N1 کوادرات تقسیم N2 کوادرات برابر L1 تقسیم L1 جمع 32. تناسب کرده قیمت L1 را میابیم. یعنی N1 کوادرات L1 جمع 32
n یک کوادرات برابری n دو کوادرات l یک. اعضایی که l یک دارند به یک طرف میگذاریم، یعنی n یک کوادرات l یک طرح n دو کوادرات l یک برابر 32 n یک کوادرات. از اینجا l یک رو میابیم. l یک برابر 32 n یک کوادرات تقسیم بر n یک کوادرات طرح n دو کوادرات. بعد گزارش قیمت های عددی حاصل میکنیم. 32 ضرب 3 کوادراتش تقسیم 50 کوادراتش طرح 3 کوادراتش، این برابر 18 سانتی متر. اکنون برای L2 را یافتن از این فرمول استفاده میبریم. L2 برابر L1 جمع 32 برابر L1 ما 18 سانتی متر جمع 32 سانتی متر برابر 50 سانتی متر. یعنی معین کردیم که درازی یکی از رقاصها 18 سانتی متر و دویمش به 50 سانتی متر برابر بوده است. با همین درس امروزه ما به آخر رسید. خوش باشید.